سلام بچه، چطور؟ حسین دیوید هستم. خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدیدمون. این بار اومدیم با ویدیو ریج کردن استریمرهای ایرانی. بدون معطلی بریم ببینیم این ویدیو چطوره و لایک و سابسکرایب فراموش نشه. فقط هندزفری بذارین که ممکنه فوش و اینجور چیزا بدن و یهو تو دردسر نیفتیم. بزنیم بریم سراغ این ویدیو. و اولش با سانساوری شروع میشه. لهش کرد. سانساوری هم که فوشای خوب میده همیشه. آلت اف وقت بردن نیست، کستش سیومو میخوام بزنم. وای دقیقا چی شد به این؟ من این ویدیو هم گذاشتم آلت اف 4 رو تو ویدیوم. الکی میافتادیم، الکی میمرد داداشم. آروم داداش، آروم. آلت اف 4 کرد. ایول، هم بهترین کارو کرد. اش خراب باشه از زندگی بیا بشه کرایات بگی بزنه فرارات نشون بده. نکوب تو دارش لکر عصبیه چرا داری؟ میخند. وای نکن آقا نکن. خب این ریچ نداره. نمیذارن بپرم. نه دیگه کرم میریزه باید ریچ بکنه. همینا رو میگفتم. حالا نکن رو میز مانیتور میاد پایین. حالا بیا رفت داداشم رفت. از در وسط میرم. در وسط احتمالاً در بسته نیست. ماشاءالله. یه بار درست. در این در درسته. این در باز میشه. سر دلم دوباره مرحله اول باختم بچه‌ها. مرحله اول باختم، جدی دارم میگم. مرحله اول باختم. برو کسکش الان وقتی گرفتن مادر جده باز مال کسکش مادر جده. داداشمون فشار. ما عقبیم کسکش داریم طرفو می وای این بازی ته چیزه، فشاره. مادرتو گویم گیر تو کت خار مادرت. خب بگیر اونجا رو بی ناموس. بابا کت مادر این کردن ناموسن. خب نمیرم آقا، من گیمر رو نمیخوام بازی کنم. بکش گیرم تو اون 24 دو چستی که تو زدی. دو ماش گاو کسکش بوستر اومدن تو رو بوست کردن. تقصیر این فوبه. گریفینگ باید بذاره تو ریپورت. یا باید گریف کردی، اینت کردی، کونی یکی دوتا ریدم تو سیلور مون. وقتی میگن آلاینس اسکامه همینه دیگه. نمیدونم درباره چی حرف میزنی ولی حق باشه. نمیدونم درباره چی حرف میزنی ولی حق باشه. داشتم این اینو وارد میکردم تو استیم گارد و بعد کیبوردم فارسی بود. فهمیدید؟ نمیگرفت. سایه بعد که اعصاب من خورد میکنه. میخواد فوش بده ولی نمیخواد چیزی بگه. باز چه ببینم تو هم که استیم 50 تا سوال میپرسه تا یکی رو میخواد بفرسته تو. فوش بده راحت باش. بیا برو تو دیگه. فرشاد دد شد. بابا این چرا منو برد؟ فرهان دو فرشاد چه برو. با تو اینجا رو چرا خط داری خونی؟ وای پسر خوبه این دفعه چیزی رو نزد نشکن. اصلا رفت گوش نمیدین دیگه. 10 بار دارم میگم بیاین به خاطر حول کیل بودن یکی به گار. حول چی بودن داداش؟ چه کار کیری آخه. عادی کی خود مادرت. یا خدا سعید آقا زد یه چی رو شکون. خب معلوم بوده چه چطوری صفوی؟ الان من بابا کسکش بدستک. ببخش. چه ببخشیدشون به موقع بود. چرا چیکار به تو داشتم سن؟ چیکار بودی؟ بگیم داداشمون چیکار میکنه؟ بابا مادرتون سگ به من مردم دیگه، کاری نمیتونم بکنم. برو فرار کن دو تا هم. داش نمیتونم فرار کنم. هیچ کاری نمیتونست بکنه. بابا خب آخ ریج موقعی ریچ کردن فقط بکوبین روی زانوتون. اون موقع بهترین کاره. بابا ای وای درست. آخه من ریدم تو اون سطح بازی. من بیام اونجا که مادرت که بیگزماگ نه بیگزماگ چقدر شبیهش بود. شبیه قدیمیاش بود.
هولی شit نمیدونم میخواد ریج بکنه ولی نمیدونه چیکار کنه چی رو بکوبه He's fucking CS3. fucking back from. Why don't you fucking wait for fucking me? اوکی خواهیه داری مایکتو باز کن جاکش تخم باباتی مایکتو باز کن حروم زاده توخ داری مایکتو باز کن گیم چیه سرش توخ ریج داری کرده مایکتو باز کن آخه کونی گوه خوردی می استریم اسنایپ من این کسکش. گیم استریم اسنایپ داره تیم what the چند fuck نفره میای اون آرتور جاکشم بگیرم بکنم کسی اسم این گیم رو کسکش. میدونه برام بگید بنویسه تو کامنت ها لطفا کونی خفه شد خفه شو آرتور چاقالم اومده استریم اسنایپ لجند آف علی ببینیم علی سرش چی ریج میکنه ولی 5 دقیقه مایک و لیست نزم ببینیم جریان چیه What the fuck was that? همون لحظه که من آن میشم خب باید فاین مش بده کلیم کن داداش. حاجی what the فورتنایت fuck پلی میده حاجی وای حاجی درخته نذاشته تکون بخوره بگی منو بگی وای امروز دومین باریه که من از درخت مر آه بدبخت ده فشار خورد نمیده سریع میخواد کویت کنه من سی اس پلی میده آقا چی شد؟ اینجوری خطشو گرفتم آها باش میرم شده. رد شده میام این وقت خطشو میگیرم خب اینجوری خطشو گرفتم دیدم رد شد میام اینجا خطشو میگیرم بعد یارو P90 گرفته دستش P90 بی‌ناموس سگ مردم تو ماه رمضان نماز و روزه نمیگیرن نه بعضی مملکت میدونی چرا اینجوریه چون مادر تو رو گاییدن داداش What the fuck تو دختر نیستی پسری خب بعضی مملکت به این دلیله خب چطوری سونامی خوش اومدین بعضی مملکت به این دلیله که بچه‌ها دارن مادر تو رو میگن وسط فوش دادن یهو گفت که ای سلام داشت چطوری خوب خب ادامه فوش دادن رو شروع کنیم یاسین نظری سلام چطوری ای داداش این چه خوبی این همه جز مگه خونه نداری تخت اوه فشار داشتین تو از پشت دوباره فرهان جون مادرت نزن ریدم تو اون کمپ تاخ خوب نگاه سیس بازی شو Fuck this game man fuck this game okay fuck this game مثل فالگایز که fuck this game بود اینه fuck this game اوکی همش بد شانسی دارم میارم یارو fucking اوپی داره و fucking رو هدش بود و fucking زودتر میزنه چون fucking پینگش خوبه و من fucking لگم 30 seconds left. چند بار گفت فاکین خب بچه مرسی که این ویدیو رو دیدین حتما لایک و سابسکرایب اصلا فراموش نشه زنگوله بغلش هم بزنین و حتما تا کامنت بذارین که بگین این سری رو ادامه بدیم یا نه بریم سراغ ترسیدن استریمرها یا لحظات خنده‌دار استریمرها و اینجور چیزا رو حتما بنویسین برامون و لایک ویدیو دوباره میگم فراموش نشه تو رو خدا یه کامنت بذارین این ویدیو حداقل ساجست بشه لایک هم بکنین که چه بهتر ساجست میشه و کانالمون هم رشد میکنه 193 تاییم 7 نفر مونده تا 200 تایی بشین مرسی که این ویدیو رو دیدین تا ویدیوی بعدی میبینمتون فعلا خدافظ